تو این بازار ترصده فقط کسایی سود میکنن که جسارت تصمیم گرفتن دارن. امروز میخوام یه ارز کم حرف اما جنجالی رو نشونتون بدم، ارزی که به نظرم قبل از حرکت بزرگش فقط یه فرصت داره. از تحلیل کاملش تا نقطه ورود و خروج همه چیز آماده است. بریم سراغ اصل ماجرا. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیلش، بریم سراغ کوین مارکت کپ و وضعیت کلا یه بررسی داشته باشیم. ارزی هم که میخوام بهتون معرفی بکنم چین اپرا ای آی هستش که اینو ما داخل کوین مارکت کپ بالا بیاریم. میبینین رتبه 278 ما الان در حال حاضر داره داخل کوین مارکت کپ با مارکت کپ 101 میلیون دلار هستش و والیوم 54 میلیون دلار الان داره نوسان میکنه و داخل صرافی‌های معروفی هم لیست هست، صرافی‌های معتبری هم لیست. بایننس آلفا رو داریم، بیتگت، گیت، مکسی، بینگ ایکس و ایکسی که داخل بایننس هم میبینید اینجا قرار داره و احتمالش هست. بازهای زمانی مختلفش رو بخوایم بررسی بکنیم، داخل 24 ساعت گذشته تونسته حرکت خیلی خوبی از خودش نشون بده. داخل یک هفته گذشته اونقدر حرکات چشمگیری رو نداشته و هر بار که تلاش کرده بره بالاتر دوباره ریخته. اما خب یه نگاه کلی رو میخوام بهتون بدم. این ارز به قدری پرنوسانه که حتی شبی که بیت کوین خودش یه شادوی خیلی بلندی زد، کل مارکت هم باش ریزش کرد و دستکاری شد، اون شب این ارز سقف جدید زد و اصلا بحثش از مارکت جداه و کار خودش رو انجام میده. اصلا هیچ شادویی هم نزده اون شب و تازه سقف جدید هم زده. حالا در ادامه میریم با هم دیگه صحبتشو میکنیم و بهتون توضیح میدم. داخل یک ماه گذشته هم میبینید که این ارز قیمتش از 8 دلار الان رسیده به 5 سنت و حالا من بخوام کل نمودارش هم بیارم چون ارز نوپایی هستش و یک ماه دو ماه بیشتر نیستش که اومده. میبینید نموداریه که اول از همه خیلی خورد اینجا داشته قیمتش نوسان میکره و بعدش یه رشد خیلی عظیمی رو کرده و ببین به طوری که قیمتش از 1 سنت 2 سنت یک دفعه رسیده به 30 دلار. حالا داخل کوین مارکت کپ ما داریم میبینیم 30 دلار، داخل بعضی از صرافی‌ها تا 60-70 دلار هم رفته، داخل بعضی هم 100 دلار هم دیده، اما عرفش همون 50 دلار داخل صرافی معتبر که تا 50 دلار هم تونسته سقفو بزنه. یه دید کلی میخواستم بهتون بدم از ارزی که میخوایم با هم دیگه تحلیل کنیم. این ویدیو صرفا نظر شخصی منه و هیچ گونه پیشنهاد خرید و فروشی نیستش. نکته جالب دیگه که میخوام اشاره کنم والیوم یا حجم 24 ساعت گذشتهش هست. حجمی که خورده رو دقت داشته باشید، 84% رو به افزایش بوده و با مارکت کپ 100 میلیون دلار. این یعنی چی؟ وقتی مارکت کپ ثابت میمونه و یا منفی و حجم داره افزایش پیدا میکنه، یعنی تقاضا داره زیاد میشه و این ارز به زودی قرار رشد خودش رو انجام بده که همونطور که میبینید داخل 24 ساعت گذشته حجمش خیلی افزایش پیدا کرده و تقریبا 2 برابر شده. بریم داخل نمودارش هم من از چارت صرافی مکسی آوردم و تم لایت هم کردیم تریدینگ ویو رو که بتونید داخل یوتیوب بهتر ببینید. بریم داخل تایم فریم متفاوت. اول اصلا با تایم فریم هفتگی میخوایم شروع بکنیم یا با تایم فریم ماهانه هم میتونیم بریم، اما خب چون این ارز همونطور که گفتم نوپایه و 2-3 ماه بیشتر نیستش که اومده، میبینید الان یه دونه کندل شروعش بوده، یه دونه کندلی که با شادو خیلی زیادی تا 50 دلار هم رفته و یه دونه کندل بعدش که ریزش داشته. اما با کندل هفتگی ما شروع میکنیم و یه دید کلی میخوام ازش داشته باشید. خیلی آروم خورد داشته نوسان میکره و بعدش تونسته یه کندل پرقدرت ببنده بره تا این سقف 50 دلار و بعدش ریزش بکنه و بریزه. این کل ماجرا نیستش. بریم دقیق‌تر نگاه بکنیم. بریم داخل تایم فریم دیلی یا حتی تایم فریم 4 ساعته که کندل‌های بیشتری رو ما بتونیم ببینیم به تحلیلمون برسیم. من اینجا براش رو بیارم و بتونیم بهتر ببینید مکانیزم این ارز چطوریه. ببینید هر بار که این ارز یک صعودی رو تجربه کرده و رفته بالا بعدش ریخته. الان من میخوام بهتر داخل چارت بهتون نشون بدم. اینجا رو توجه داشته باشید، حواستون اینجا باشه. اینجا دقیقاً یک صعودی رو ما داشتیم تجربه کردیم و بعدش ریزش و بعد دوباره تونسته ریکاوری بکنه. این ارز گفتم واقعاً مسیرش از مارکت جدا، یعنی اگه مارکت داره میریزه این ارز کار خودش رو انجام میده. گفتم تو اون شبی که مارکت ریزش سنگینی داشت و شادوی خیلی زیادی رو زد توی یک کندل، این ارز سقف جدید زد و رفت بالاتر. منطقش فرق میکنه با کل مارکت. بعد از دوباره ریزشی که داشته دوباره تونسته ریکاوری بکنه و بره بالاتر. دوباره یه ریزشی رو داشته و دوباره تونسته ریکاوری بکنه و بعدش که دوباره ریخته. الگوش هم یه جوری شبیه 3 قله هستش، 3 تا کوه تشکیل داده و بعدش ریزشش رو انجام داده.
اما نکته که میخوام بهتون توضیح بدم اینه که این ارز بعد هر ریزش تونسته به خوبی خودش رو ریکاوری بکنه و الان ما ازش همچین حرکتی رو انتظار داریم. حدود 31 روز از این ریزشی که بوده گذشته و کم کم داره نوسانایی رو به خودش میده. البته چون مارکت هم اونقدر حجم نداشته و همش فشار فروش بوده، خب معلومه اونقدر قرار نیست حرکتی رو داشته باشیم. اما خب الان که دوباره بیت کوین بازاری یه حرکتایی به خودش میده و از نظر خیلی‌ها فرصت خروج هستش، میتونیم شاهد تغییرات بزرگی داخل ارز کوئی آی باشیم یا چین اپراتور ای آی که اگه من برم داخل تایم فریم یک ساعته رو بررسی بکنم که کندل‌های کوچیکو ما بتونیم ببینیم و دسترسی بیشتری داشته باشیم، میبینید طی همین چند روز گذشته تونسته نوسانه خوبی انجام بده. دقیقاً همین امروز تونسته نوسان 30% رو بده و بعدش دوباره ریزش بکنه. چرا؟ چون سریع این ارز حجم میگیره، والیوم میگیره، پامپ میشه و میره بالاتر و سریع تخلیهش میکنن واسه اینکه سیو سودشون رو انجام بدن. وضعیت مارکت خودتون دارید میبینید، ترس همه جا هستش و همه هر فرصتی واسه خروج دارن میبینن. این ارز اصلا شما به عنوان شت کوین در نظر بگیرید. چرا؟ چون تکلیفش معلوم نیست. یهو ممکنه یه سود خیلی عجیب غریب و فضایی به شما بده یا ممکنه پولتو صفر بکنه. درصد ضرر و اون تغییرات داخل ارزها مختلفن، متفاوتن. شما نباید انتظار داشته باشید این ارز همیشه بره بالا یا از هر ارزی همیشه ممکنه ضرر بده. هر ارزی همیشه ممکنه افت بکنه و قیمتش بیاد پایینتر. این چرخه عادیه، داخل سایکل‌های مختلف فرق میکنه و همیشه جزوی از این بازار بوده و شما نباید اصلا نگران همچین داستانی باشید. اما برسیم سراغ تحلیلش. بعد از دراپای سنگینی که داشته و ریزش هایی که کرده از قیمت $1، این قسمت همین چند روز اخیر تشکیل یک دونه تریدینگ رنجی رو داده و اگه من بخوام از اینجا تا اینجا رو واسهتون مشخص بکنم و باکس هم رنگش رو تغییر بدیم که بتونید بهتر ببینید، یکم اوپاسیتیشو بیشتر کنیم، میبینید تشکیل یه دونه تریدینگ رنجی رو داده. فقط داشته بینش نوسان میکرده و خوشبختانه امروز تونسته بره بالاش و قبلش هم البته رفته اما فقط شادو زده. امروز تونسته بالاش کندل ببنده و بعد بریزه. این تفاوت خیلی بزرگی داره بین کندل بستن و شادو زدن و این تونسته حداقل بالاش یه دونه کندلی رو ببنده و بعدش با این گلف قشنگ ریزشش رو ادامه بده. اگه قرار بود این ارز بیشتر از این بریزه، قطعاً از این تریدینگ رنج انقدر سخت عبور نمی‌کرد. ببینید هر بار که خواسته بره پایین، چند بار اصلا بشماریم چند بار خواسته ریزش پیدا کنه. یک بار که شادو زده واسه تست این ناحیه و دومین بار دیگه پایینتر از این ناحیه نرفته، پایینتر از لو قبلی نرفته و بعدش هم که دیگه برخوردی نداشته و دوباره تشکیل یه دونه تریدینگ رنج داده و تونسته نوسانش رو انجام بده و بره بالای این باکس ببنده و بعدش دوباره با ریزش و فروش سنگینی مواجه شده. دلیلش هم گفتم، چون الان ترس داخل مارکت زیاده. هر کسی هر چیزی رو به خاطر یه نقطه خروج میبینه، هر صعودی رو به عنوان نقطه خروج میبینه و به خاطر همین داراییش رو میفروشه، به خاطر اینکه بیشتر از این ضرر نکنه. یکم بریم عقب‌تر و خب کانتکست کلی رو من بهتون دادم. اون گذشته ارز رو رفتیم قشنگ با هم بررسی کردیم و دیدیم تاریخش به چه صورتیه تا یه دونه کانتکستی ما داشته باشیم، یه دونه سرنخی داشته باشیم، بدونیم که این ارز کلاً رفتارش به چه صورتیه. اگه ما اینجا رو دقت کنیم میبینید اینجا چند تا شادو داشتیم، یکی اینجا، یکی اینجا و همین چند روز اخیرم یکیش اینجا و ما میتونیم با استفاده از این شادوهایی که خورده تشکیل یه دونه کانال بدیم و این کانال رو اگه ما امتداد بدیم میبینید که به همین امروز ختم میشه و با هر بار برخوردی که داشته، یک بار اینجا بوده، بار دومش اینجا بوده و بار سومش هم همین چند روز اخیر اینجا بوده و امروز هم خواسته بره بالاش ببنده که متاسفانه با فشار فروش مواجه شده و اینجا را دقت داشته باشید اومده پایینتر. بهترین حالت این ارز اینه که شما صبر کنید و بره بالای این ترند کندلش رو ببنده. چند تا کندل پرقدرت، 3 تا کندل باید ببنده که حالا هر کس تاییدیه‌ای که میگیره متفاوته ولی باید حتما شما تاییدیه بگیرید. ما داخل کانال تلگراممونم همین چند روز پیش تونستیم چند بار ازش سودای خوبی بگیریم و به قدری نوسان این ارز بالاست که ما تونستیم چند بار ازش چند صد درصد سود بگیریم و همین چند روز پیش هم تحلیلش داخل کانال گذاشتیم. یک بار تونستیم 40% ازش بگیریم و یه 18% هم قبلش ازش گرفتیم و قبلترش اومدیم موقعیتاشو
نشون دادیم و قبلترم قبل از اینکه بریزه قشنگ دقیقا همین نقطه بالا و خیلی هم ما رو سرش اذیت کرد. همین نقطه بالا که میبینید قبل از این ریزشش خیلی اذیت کرد و مقاومت شدید داد، اما ما تونستیم این موج از ریزشش هم بگیریم و در واقع سوینگیری بکنیم. از این تا اینجا رو ما تونستیم داخل کانال تلگرام پوزیشنش رو بفرستیم و خیلی تونستن استفاده بکنن. نوش جون کسایی که داخل تلگرام هستن و از این فرصت رو استفاده میکنن. یه سود 85% هم تونستیم اینجا بگیریم که داخل کانال تلگرام تحلیلش رو گذاشته بودیم و ناحیه فیبو رو مشخص کرده بودیم و ناحیه حمایتی که داخل نمودار دارید میبینید. حتما عضو باشید، حیفه که این فرصت رو از دست بدید. و فقط خواستم این وسط هم توضیح بدم که کانال تلگرام از داخل دسکریپشن میتونید عضوش بشید. @coinvision یوزرنیم کانال تلگراممون هستش. حتما عضو باشید که فرصت رو اینجا از دست ندید. بریم ادامه تحلیل و داخل تایم 1 ساعته بودیم فکر میکنم. من بخوام دوباره توضیحشو بدم. بهترین روندی که شما میتونید پیش بگیرید اینه که صبر بکنید و بالای این کانال نزولی صبر بکنید تا یه دونه کندل ببنده. و البته شاید بگی اینجا کندل بس درسته ولی تاییدیه‌ای به ما نداده. هر کس ممکنه تاییدش فرق بکنه، اینجا به من تاییدیه نداده و معلومی که اونقدر روند پرقدرتی رو پیش نگرفته. حتما صبر بکنید بالای این ترند بره، اگه خواست پول بکش رو بزنه و بعد از پول بک و تشکیل الگوی امتیار میتونید شما سوار این موج بشید و یک موجی رو ما میخوایم بگیریم. حالا هر کسی ممکنه تا جایی رو بخواد بگیره. بریم داخل تایم فریم 4 ساعته و من بخوام بهتر مشخص بکنم و این سقفش رو ما اینجا رو به عنوان ناحیه مقاومتی قرار میدیم و یکم ضخامتش رو بیشتر بکنیم. به این صورت داخل تایم فریم فعلی ما بریم ناحیه حمایتی و مقاومتیش رو مشخص بکنیم و ببینیم اصلا حمایتاش کجا هستش. در حال حاضر تنها حمایتی که داره از گذشتش همون موقعی که پامپ خودش رو شروع کرد و تا به این لحظه به این سطح نرسیده بود و ما میتونیم ناحیه حمایتیش رو اینجا دقیقاً در نظر بگیریم. قبل از این اسپایک هایی که زده و رشدی که داشته من این باکس حمایتی هم بیشترش بکنم و تنها حمایت قدرتمند و مهمی که داره همینجاست، چون بعدش تونست رشد عجیب غریبی بکنه و سود خیلی خوبی رو تجربه بکنه و مهمترین مهره ما همینجا هستش واسه سعودی که داره. دقیقاً از همین اسپایک ها رو بریم داخل تایم فریم بالاتر قشنگتر مشخص میشه. یا ما بخوایم این ناحیه‌اش رو بگیریم، بخوایم بهتر نگاه بکنیم داخل تایم فریم دیلی، ببینید که دقیقاً به این حمایت هم واکنش نشون داده. خواسته ناحیه رو تست بکنه و اینجا رو شما اگه دقت داشته باشید همونطور که می‌بینید اومده یه تستی کرده و این شادویی که اینجا زده بی دلیل نیستش. اومده این ناحیه رو قشنگ تست کرده. اینجا شما دقت داشته باشید اومده اینجا به این ناحیه واکنش داده و شادو زده. هیچ کدوم از تشکیل این کندلا بی دلیل نیستش و بازار به هیچ عنوان کندل بی دلیلی رو نمیسازه و هر کدوم از این کنداله یه حرف واسه گفتن دارن و حالا شما بسته به مدیریت سرمایه‌ای که دارید میتونید از این ارز هم استفاده بکنید. من ناحیه حمایتیشو مشخص کردم و تصوری که ازش دارم، تحلیل من، نظر شخصی من اینه که در صورت شکست این کانال نزولی و تثبیت بالاش، حالا اگه پول بک داد میتونید داخل پول بکش وارد بشید، بخواید سیف ترین حالت رو در نظر بگیرید. بعد از صعودش میتونه تارگت های بالاتر رو تاچ بکنه و من کلا یه پولی رو داخل این ارز میذارم که اگه حتی از دستم بره اصلا واسه من اهمیتی نداشته باشه. چرا؟ چون هیچی از این ارز بعید نیست، یا ممکنه صفر شه، پس فردا من صفر شد. چون نباید تمام داراییتون رو بیارید بذارید اصلا داخل هر ارزی، فرقی نمیکنه اصلا چه کوه‌ای باشه، چه بیت کوین باشه، چه اتریوم باشه، هر ارزی رو شما باید سبد بندی بکنی. بیای ببینی داخل هر ارز چه مقدار از سرمایه‌ت رو قرار بدی، همینطوری داخل یه دونه ارز نه یک کل سرمایه‌ت رو تزریق بکنی و پس فردا اون ارز اصلا اومد مثل ارز ترا اومد درش بسته شد. نباید اصلا همچین کاری شما انجام بدین. ما اگه اینجا بخوایم یه دونه پوزیشنی رو بگیریم بعد از شکست این کانال نزولی، استاپ لاس هم من نمیذارم. شما اگه خواستید میتونید بذارید پشت این حمایت، چون گفتم من یه پولی رو داخلش قرار میدم که اصلا واسم اهمیتی هم نداشته باشه اگه از دست بره. حرکتی از این ارز من سراغ دارم اینه که دوباره بخواد بره و به مقاومت خودش برسه، به سقف‌های قبلی خودش برسه و تا قیمت $19 دوباره رشد خودش رو انجام بده.
حالا چرا؟ چون دوباره به حمایت خودش رسیده و این حمایت اولین باری که داره ازش استفاده میشه. حالا داخل پرایس اکشن وقتی که یه حمایت خیلی بهش برخورد داشته باشه، یعنی دیگه اون حمایت سریع از دست میره. داخل حالا تکنیکالی هم بخوایم نگاه بکنیم اینه که هر چقدر برخورده به اون حمایت بیشتر باشه، نشونه قدرتمند بودن اون حمایته. و خب این اولین بارشه که داره به این حمایت برخورد میکنه و انتظار رشد خیلی خوبی و من ازش دارم و تارگتش هم بخوایم مشخص بکنیم که بخواید به صورت پله‌ای خارج بشید و سیو سودتون رو انجام بدید، چون ممکن نیست، اصلا ممکنه تا $3 بیاد تا $4 بیاد اما تارگت $19 رو نبینه. هیچ چیزی داخل این مارکت بعید نیستش و به خاطر همیشه احتمالات رو شما در نظر بگیرید. تارگت اولی که واسش میذاریم $1.20 هستش. اینجا ما تارگتش رو میذاریم. تارگت بعدی که میخوایم واسش قرار بدیم هولوهوش قیمت $2.08. بعد از تارگت $2.08 میرسیم سراغ مقاومت‌های بالاتر و مهمتر که یکی از مقاومتاش دقیقاً همین قسمت داخل هولوش قیمت $6 که میبینید حمایت خیلی مهمی بوده و اون حمایت الان شکسته و در واقع مقاومت به حساب میاد که من این قسمت یعنی $5.05 رو اینجا واسهتون علامت میزنم که بتونید ببینید. و مقاومت بعدیش هم این قسمت هستش که بین سقف‌های خودش قرار داره و بین هولوش قیمت $12 اینجا نوسان میکنه. در نهایت هم که تارگت $19 آخرین تارگت ماه و اینجا دیگه مقصد آخر رو پیاده میشیم. حالا هر کسی بسته به سرمایه‌ای که وارد کرده میتونه داخل این پله ها در سطح رسیدن بهش سرمایه‌شو خارج بکنه، چون همیشه شما باید سیو سودتون رو انجام بدید. یا یکی هم مثل من میاد و سیو سود خودش رو انجام میده و این مقدار از پولشو سرمایه‌ای که داخل این ارز گذاشته رو باقی میذاره، مثلا 70-80% رو سیو سود میکنم و 20% رو میذارم باقی بمونه واسه تارگت $19. اگه به اون تارگت رسید که چه بهتر، اگرم نرسید و شاید این ارز اصلا صفر شد، شاید اصلا یهو خیلی ریخ 80% ریخ از قیمت نقطه ورود منم اومد پایینتر، من سیو سود خودمو کردم و واسم اهمیتی نداره چون تونستم سود خودمو بگیرم از صبری که کردم. اینم از این ناحیه حمایتی رو مشخص کردیم، ناحیه مقاومتی هم مشخص کردیم و سیو سود اونم پله‌ای انجام میدیم و تارگتی هم که واسش در نظر دارم بین 18 الی $19 هستش و خب همیشه مدیریت ریسک و سرمایه‌تون رو انجام بدید و در صورت گرفتن تاییدیه حتما وارد پوزیشن بشید. گفتم یه پولی هم من وارد میکنم که اصلا واسم اهمیتی نداشته باشه اگر دستم بره، شما هم حتما همین کارو انجام بدید و استراتژی رو داشته باشید، چون اصلا ممکنه پس فردا روز این ارز نیست و نابود شدش. شما نباید سرمایه رو بیارید که احتیاجش دارید. این حمایتش هم من میخوام واسهتون مشخص بکنم، قیمتشو که این شادو هم بهش زده و تستش هم انجام داده، بخوایم با یه دونه لیبل اینجا مشخصش بکنیم، هولوش 40 سنت هستش. این حمایتمون و اومده تستش هم انجام داده. اگه میخواید خیلی محتاطانه پیش برید میتونید حد ضررتون رو بذارید پشت این حمایت. اصلا ممکنه بیاد پایینتر از این حمایت بعدش شروع بکنه موج خودش رو و سوینگیریمون رو انجام بدیم. هیچی ازش بعید نیست و اگه میخواید استاپ لاس بذارید میتونید بذارید پشت ناحیه حمایتیش. در آخر تشکر میکنم وقتی که گذاشتید و نگاه ارزشمندتون. یه ویدیو هم الان داره روی صفحه بهتون نمایش داده میشه که حتما بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم ببینید. این دکمه پایینم حتما یادتون نره بزنید و باعث ادامه کار ما میشه. پرسود باشید. فعلا.